بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، عزیزان و محتران. الله را سپاس که در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل همراه شما خوبان و سروران هستیم با موضوع دیگر از موضوعات مرتبط به برنامه سفره دل. در این برنامه هم همچنان مطابق برنامه‌های گذشته در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز خواهیم بود تا از بیانات و صحبت‌های شیوا و رسایشون استفاده بکنیم تا مشاکل و دغدغه‌هایی رو که در زندگی با اون درگیر هستیم رو بتونیم با یاری و همکاری یکدیگر و مشورت یکدیگر بهتر و دقیق‌تر برخورد کنیم و بتونیم در مقابل اونها تصمیم گیری کنیم و با اونها مقابله کنیم و راه حل‌هایی رو برای مشکلات موجود دریابیم و به منصه ظهور بگذاریم و عملی کنیم تا زندگی زیباتر، راحت‌تر و سرشار از محبت داشته باشیم. من در ابتدا عرض سلام دارم و ادب احترام و خوش آمد میگم از طرف خودم و به نمایندگی از شما بینندگان عزیز خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز. جناب دکتر خوش آمدید. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و تک تک دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق و از اینکه بر من منت نهادید و باز هم من رو در برنامهتون شریک ساختید. کمال سپاس رو دارم از همه شما عزیزان و عرض ادب و سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و امید است که در این برنامه بتونیم باز هم یک راه حل هایی و یک توصیه ها و سفارشاتی رو در مسیر تربیت فرزندان به خانواده های محترم ارائه کنیم و باز خانواده ها هم و بینندگان عزیز هم در این راه با ما شریک بشن برای رساندن این پیام به اون عزیزانی که جلوی به اصطلاح تلویزیون نیستن. در خدمت شما هست. خواهش می‌کنم جناب دکتر، خدمت از ماست. بینندگانی که در برنامه گذشته همراه ما بودن میدونن که ما در موضوع تربیت فرزندان موضوعاتی رو آغاز کردیم و در این باب داریم صحبت میکنیم به همراه شما عزیزان تا بتونیم که از این سرمایه‌های زندگی به نحو احسن استفاده بکنیم در مسیر تربیت و در مسیر خدمت به دین و در مسیر رونق دادن به دنیا و آخرت خودمون و موفق باشیم در راه ساخت نسلی پویا، شکوفا، نسلی پر از انرژی، نسلی هدفمند، متعهدینی متخصص و متخصصینی متعهد تا بتونیم که مشکلات خودمون، جامعه و امت اسلامی رو بیاری الله متعال حل بکنیم. یکی از مواردی که در این مسیر خیلی قابل توجه هست بحث نحوه تعامل والدین با فرزندان هست. ما خیلی از والدین در این مسئله برایشون جای سوال هست که ما در تعاملمون با فرزندانمون اون رابطه‌ای که باید باشه بین پدر و مادر و بین فرزندان، رابطه مادر با دختر و پسر و رابطه پدر با پسر و یا احیانا دختر، این رابطه‌ای نیست که والدین راضی باشن. ریشیابی می‌خوایم بکنیم به همراه شما این مشکلات رو، این رابطه چرا بعضی وقتها دچار کدورت میشه، بعضی وقتها کمرنگ میشه. مشکلات کجاست و چگونه اصلا باید باشه این رابطه؟ چطور میشه این رابطه رو پررنگترش کرد؟ چطور میشه این رابطه رو درستش کرد؟ نحوه برخورد در رابطه والدین با فرزندان باید چگونه باشه تا بتونن در مسئله تربیتی، در بحث تربیت فرزندان موفق‌تر باشن؟ ما پیشرفت زمانه و پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت عصری که ما در اون زندگی میکنیم، ارتباط ما با دنیای خارج و شناختی که فرزندان ما از اطراف پیدا کردن که متفاوت است با اون شناختی که نسل قبلی ما داشت از دنیا و از ماحول خودش و اطراف خودش و جامعه خودش حتی. و نحوه تعامل ها طبیعتاً ما همه در این موضوع اتفاق نظر داریم با هم که نحوه دید ما به زندگی با دید فرزندان ما به زندگی متفاوت هست و حتی ما فرزندهای نسل اول با فرزندهای نسل دوم و سوم، یعنی وقتی که فاصله سنی بیشتر میشن، خصوص وقتی به 5 سال و 10 سال میرسه، هم حتی دید
خود فرزندها هم فرق میکنه، چه برسه به والدین و فرزندها. این موارد رو همراه شما عزیزان خواهیم صحبت بکنیم که یک رابطه سالم، یک رابطه هدفمند و صحیح و پربار بین والدین و فرزندان چگونه باید باشه. با موضوع رابطه والدین با فرزندان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و صحبت‌های مقدماتی جناب دکتر در این موضوع. جناب دکتر در خدمت شما هستیم با مقدمه سخن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. در اثنایی که شما استاد بزرگوار سلیمانی عزیز داشتید سخن میگفتید، من به یاد یک قصه افتادم که این قصه مجملاً میتونه بیانگر به اصطلاح برنامه امشب ما باشه. میگن یه روزیه که کشاورزی بود و یک کم مرغی داشت. در حال این مرغش هر روز هم براش یه تخم میذاشت. یه روز رفت دید که این مرغه یه تخمی گذاشته، تخمش زرد رنگه. نگاه کرد دید که این سفته. گرفت برد بازار، گفتن که بابا این طلاست. برد پیش طلا فروش، گفت بله طلاست و به قیمت خیلی خوبی این تخم رو فروخت و برای خودش برای زندگیش چیزایی گرفت و اومد. روز بعد دید که مرغه تخم دیگه تخم طلایی گذاشته. هر روز این مرغه تخم طلا میذاشت و روند زندگی این کشاورز بهتر و بهتر و بهتر شد. خونه بزرگی خرید، ویلا خرید، نمیدونم وضع حالش درست شد اینا. یه روز به سرش زد که ای بابا من چیه که هر روز صبر کنم که این مرغه تخم بذاره، این تخم رو بگیرم ببرم بفروشم؟ چرا نیام همه تخمایی که تو مرغه هست همه رو بیارم یه جا در بیارم و یهو میلیونر بشم؟ آورد و مرغه رو هم سر برید که همه تخما رو از شکمش در بیاره بیرون. بعد متوجه شد که تو شکم مرغ هیچی نیست. اون وقت بود که پشیمان شد و وقتی بود که پشیمانی فایده ای نداشت. این رو من میخوام ربط بدم بین ما و فرزندانمون. ما در واقع از فرزندانمون چی میخواییم؟ چی برای ما مهمتره؟ مرغ مهمتره یا به اصطلاح تخم طلا؟ ببینید الان اگر هر یک از شما رو بگیم که شما اگر جای اون کشاورز می بودید چه کار میکردید، حتما میگید که به هر حال مرغ برای من مهمتره، چون که مصدر این ارزش که طلا باشه مرغ هست. واسه همین اگر من جای کشاورز می بودم اولین کاری که می کردم برای مرغه یه خونه بسیار خوب درست می کردم. 4 تا دامپزشک هم استخدام می کردم که هر یکی 8 ساعت کشید بیدن اونجا. بعد 4 تا کارمند هم استخدام می کردن که بیان بادش بزنن، دمای هوا رو مرتب چک کنن، دمای غرفه به اصطلاح اتاق مرغ و بهش خدمت کنن. یه خروس هم می‌آوردید که احساس تنهایی نکنه. و خروس هم می‌آوردید که احساس تنهایی نکنه و به هر حال یعنی خدمتش می‌کردی، چون که مصدر طلا این مرغ هست. بله. اما متاسفانه ما در روند تربیتی فرزندانمون خیلی وقتا حکایت کشاورز رو انجام میدیم. غافل از مرغ میاییم، احساس میکنیم که برای ما طلا اهمیتش بیشتره. غافل از مصدر میاییم. برای ما مهم این است که بچه‌مون شاگرد اول باشه، برامون مهم این است که بچه‌مون پزشک باشه، بچه‌مون مهندس باشه، اون چیزی که من تو ذهنم هست بچه‌مون طوری باشه. برامون مهم هست که بچه‌مون در وقتی مهمون میاد درست بشینه، تکون نخوره، سر صدا نکنه، میخ بشه، اون چیزی که من میخوام با مزاج و با ذوق و سلیقه من حرکت کنه. در واقع ما الان داریم بچه‌مون رو سر میبریم. درست همون کاری که کشاورز با مرغ انجام داد، میخواست که همه ارزش ها رو یکهو صاحبش بشه، مالکش بشه و همه ارزش ها رو پیدا کنه، به دست بیاره. و چی شد؟ مرغ رو از دست داد، ارزش ها رو هم از دست داد. الان دیگه از تخم طلا هم خبری نیست. اما اگر می اومدیم به خودمون بپرسیم برای ما چی مهمتره؟ فرزند برای ما مهمتره؟ خود فرزند مهمتره یا به اصطلاح آرام بودنش؟ خود فرزند مهمتره یا نمره عالی گرفتنش؟
اینه که ببینید خداوند متعال وقتی به ما میگه که المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و بنون، فرزندان و ثروتی که خداوند میده به ما، این زینت زندگی دنیاست. بله. یعنی چی زینته؟ یعنی ازش لذت ببریم. اون فرزندی که خداوند به عنوان یک نعمت به ما داده، از اون فرزند لذت ببریم، با همون شاد باشیم، به اصطلاح بها بدیم به چی؟ به مرغی که به ازش ارزش ها میاد. این ارزش ها روزانه میاد، یکی پس از دیگری میاد. اما اگر اومدیم دنبال ارزش ها، مرغ رو هم از دست میدیم و به هیچ یک از ارزش ها هم نمیرسیم. بچه‌مون رو هم از دست میدیم و به هیچ یک از اون چیزایی که در ذهنمون هست، اون امیدها و آرزوهایی که برای بچه‌مون میکاریم و میسازیم، به هیچ یک از اونها هم نخواهیم رسید. جناب دکتر، پس میفرمایید ما بعد دید ما نسبت به این موضوع یک دید جدیدی باشه. یعنی ما نسبت به مقوله تربیت، وقتی که میخوایم هدف ما تربیت هست و هدف ما این هست که بتونیم به یک نتیجه مناسب برسیم، زاویه دیدمون رو باید عوض بکنیم. یعنی به این موضوع باید به شکل دیگه نگاه بکنیم. ما در مسئله تربیتی چه مواردی برای ما باید مهمتر باشه؟ اگر ما بخوایم در مسئله تربیت موفق تر باشیم، چه اصولی رو، چه ضوابطی رو، چه قواعدی رو ما باید بیشتر بهش توجه بکنیم تا حکایت اون کشاورزه و مرغ برای ما تکرار نشه؟ بله، واقعا ما متاسفانه در محیط فرهنگی خودمون، در جامعهمون، با یک باورهای غلطی روبرو هستیم که این باورها نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همون به اصطلاح اشاره‌ای که شما در ابتدای برنامه فرمودید که یک نوع جدایی بین نسل‌های مختلف به وجود میاد. الان اگر ما بیاییم ببینیم در خود خانواده‌های ما، سالخوردگان دچار یک نوع اکتئاب هستند، یک نوع گوشه‌گیری، یک نوع پرت شدن از محیط. حالا میخوای بگی که مثلا فرزند ندارن؟ نه بابا، فرزند هم دارن، فرزنداشون بهشون نمیرسن، خیلی خوبم میرسن، هر چه نیاز دارن فرزند برآورده میکنه. بچهای ما تربیتشون خوبه الحمدلله، به پدر و مادرشون میرسن، نیازهای به اصطلاح اقتصادیشون برآورده میشه که این ور اون ور میبرنشون، احوالجوییشون رو میکنن، میان دیدنشون. اما باز هم یک نوع فاصله هست. فاصله به خاطر چی هست؟ برای اینی که بزرگسالان کسی رو پیدا نمی‌کنن تا باشون حرف بزنن. کسی نیست بکنه. همه که با هم میشینیم، اما کسی نیست که حرف پدر مادر رو گوش کنه. ما با هم میشینیم، 10 نفری میریم، 10 تا خواهر برادر میریم خونه پدر مادر، اما با هم دیگه حرف میزنیم، با موبایلامون مشغول میشیم، با حکایت‌های خودمون مشغول میشیم، با اهتماماتی که تو زندگی برامون مهمه مشغول میشیم. وقتی این رو نداریم که به پدر مادر گوش کنیم. سببش چی است؟ سببش این است که از کودکی پدر مادر با ما حرف نزدن. این عدم وجود یک رابطه صمیمی، رابطه گفتمان یعنی چی؟ وقتی من میخوام بگم گفتمان، وقتی من با شما حرف میزنم در موردی که برای من مهمه یا برای شما مهمه، یا نمیدونم یک مشکلی بین من و شماست، یا یک مشارکتی از بین من و شما، با هم میریم دانشگاه، پس قضیه دانشگاه این گفتمان نیست. اون چیزی نیست که ما برای به اصطلاح در روابط پدر مادر با فرزندان میخوایم. اینی که بچه‌م چیکار کردی تو مدرسه، چیکار کردی با دوستت، چیکار کردی، این یک بازپرسی هست بیشتر. پس منظورتون بیشتر اگر این نیست، منظور چیست جناب دکتر؟ خب غالب صحبتایی که ما در خانه داریم و اسمشو گفتگو میذاریم، چه حالا سر سفره به بهانه غذا نشسته باشیم، یا به هر حال وقتی که فرزند از بیرون برمیگرده، حالا چه کارش، چه محیط درسش، وقتی که پدر و مادر ازش سوال میپرسن، گفتمان معنی فراتر از این داره؟ دقیقاً. وقتی ما میخوایم که به اصطلاح، یعنی ما بیایم رابطه رو اینقدر به اصطلاح بگیم ریلکس و آسونش کنیم که به هر حال این رابطه پدر و مادری چطور با رابطه صداقت به اصطلاح تغییر شکل پیدا میکنه. وقتی که شما ازش از مدرسهش، وقتی که رفیق باید باشیم به حدی که به اصطلاح مثل 2 تا رفیقی که تو مدرسه با هم حرف میزنن. 2 تا رفیق تو مدرسه چی حرف میزنن؟ از مواردی هست حرف میزنن که رابطه این 2 تا نیست. یعنی مشکلی که هست حرف نمیزنن، یک چیز مشترک حرف نمیزنن. بچه‌ها که با هم هستن نه از درسشون حرف میزنن،
وقتی بازی میکنن از مثلا نمیدونم پارکی که توش بازی میکنن حرف میزنند، از مسابقه فوتبال حرف میزنند، از نمیدونم ماشین عجیب غریبی که الان ساخته شده حرف میزنند، از وضع فیلمی که دیدند با هم دیگه به اصطلاح حرف میزنند، یه چیزای خاطراتی که شنیدن، یه چیزایی که به اصطلاح بین اون دوتا خودشون در اون وجود ندارن. یعنی یک چیزی نیست وقتی من با پسرم در مورد تحصیلاتش حرف میزنم، در مورد یک مسئله هست که من برام مهم هست یا برای اون مهم هست حرف میزنم، این یه بازجویی هست، یک نمیدونم بازپرسی هست، یه مسئله غیر از اون گفتمانی هست که دوستی به بار میاره. بلکه در این موارد اگر من درست پیش نرم یک گفتمانی به وجود میارم که تنفر به بار میاره، دوری به بار میاره. اینه که واسه همینه که میبینید جوانها یا نوجوانها میبینید که حرفی برای گفتن با پدر و مادر ندارن. در جلوی پدر و مادر جملاتشون 1 2 تا 3 تا بیشتر نیست. خب چرا؟ چون این محبت، این دوستی رو به وجود نآوردن، این به وجود نیومده. خب چطوری؟ خوبم. جناب دکتر بخشید، صحبت از محبت و دوستی بود، ظاهرا محبت هست. یعنی ما الان وقتی که صحبت از محبت میکنیم، خب پدر و مادر به فرزندشون محبت دارن، بچه‌ها هم نسبت به والدینشون محبت دارن. بعد حتی کوچکترین مشکلی اگر پیش بیاد حاضر نیستن حتی موی از سر والدین یا فرزندان کم بشه. دو طرف این احساس متقابل رو دارن. چی میشه که حالا این محبت باطنی که هست و صحبت هم میشه، چرا اون فضایی رو که شما مد نظرتون هست احساس میکنید ایجاد نمیشه؟ مشکل کجاست؟ مشکل اصلی این است که یک اعتماد متبادل بین فرزند و پدر و مادر به وجود نیومده. پدر و مادر هنوز میترسند از اینکه بچهشون ضایع بشه، از اینکه بچهشون نمیدونم راه به اشتباه ببره. اون قدرت ها و توانمندی هایی که خداوند به بچه داده اونها رو اصلا قبول ندارن. همیشه احساس میکنن که خودشون بالا هستن، خودشون آمر و ناهی هستن. بچه اصلا به اصطلاح مثل یه ماشینی که مثلا با رموت حرکت میدن، بچه مثلا بازی میکنه دقیقاً اونطوری که من رموت رو حرکت میدم باید اونطوری حرکت کنی، باید اونطوری. اگر یک کمی که کج رفت بازخواست میشه. این جو به وجود میارن. این چه میشه؟ این باعث میشه که یک نوع دوگانگی به وجود بیاد، یک نوع احساس عدم امنیت به وجود بیاد. بچه احساس امنیت نمیکنه، همیشه احساس خطر میکنه. همیشه ببینید ما در تصوراتمون حتی یه جوری میاریم بچه‌هامون رو که خودمون میخوایم که کار خوب بکنیم، اما میایم که به اصطلاح چیشو درست کنیم، ابرو رو درست کنیم میزنیم، چیشو کور میکنیم. مادری که همیشه مثلا دقیقاً مادری که همیشه مثلا بچه‌هاش رو از پدر میترسونه، پدرت بیاد بهش میگم. خب این چیکار میشه؟ این با مرور زمان در ذهن بچه پدر میشه یه هیولا، یه لوله خورخوره. خب همیشه دیگه این هیچ وقت دیگه بین این پدر و این فرزند یه رابطه صمیمی وجود نمیاد. رابطه ترس حاکم بر رابطه. همیشه هر ترس حاکم هست، همیشه یک نوع هیبت ساختگی دروغینی رو ما به وجود میاریم. دلمون هم خوشه که به اصطلاح چون که بچه رو ترسوندیم، بچه رو ما ترسوندیم، جلوی ما این کار رو نمیکنه. خب اما پشت سر ما بدترش رو میکنه. یک هیبتی رو ما درست کردیم که این هیبت نیست. هیبت وقتی میشه که به اصطلاح یک نوع رابطه. ببینید در قضیه تربیت فرزندان برپایی یک رابطه درست شاید بگم 70% از تربیت رو به اصطلاح از نقش تربیتی رو ایفا میکنه. بعد از این میاد آقا ما میخوایم که به اصطلاح یک سلوک و رفتارها و خصلت‌های خوب و مثبتی تو بچه هست، اینها رو بیاریم تشویقش کنیم، اینها رو بارور کنیم. خب این یه جزئی از به اصطلاح مسیر تربیتی هست. یک نوع نمیدونم رفتارهای بدی داره، اون رفتارها رو ما بیایم تصحیح کنیم. اونم تصحیحی که میکنیم دیگه تصحیح آمر و ناهی نباشه. خب ببینید ما خیلی وقتا بسیار چیزایی بسیار عادی هست. ما میایم اینها رو به اصطلاح چون که فرهنگ خودمون رو، فرهنگ اسلامی خودمون رو خوب هضم نکردیم، این رو میایم از فرهنگ‌های دیگر آریه میگیریم. مثلا خوندن در حتی کتاب‌های روانشناسی میایم میگیم که آقا اگر شما میخواید کسی رو اصلاح کنید اول بیاید تعریفش کنید. شما خیلی بچه خوبی هستید، خیلی زرنگی، خیلی باهوشی، اما همین رفتارت، همین برخوردت با مردم خیلی زننده است.
تا ما این حرف رو گرفتیم اونو خوردش کردیم. خود غربی ها وقتی این برنامه به اصطلاح آموزشی رو گذاشتن، این مسئله روانپزشکی رو مطرح کردن، بعد از مدتی اومدن گفتن نه این هم درست نیست، بیایید یه رابطه‌ای به اصطلاح یک برنامه نمیدونم ساندویچی بذاریم. ساندویچیش چیه آقا؟ این که بهش بگی که شما خیلی بچه خوبی هستید، خیلی باهوشی ماشاءالله، خیلی زرنگی، خیلی همه شما رو دوست دارن، اما خب اخلاقت خیلی بده، عصبانی میشی، داد میزنی، مردم به اصطلاح خسته میشن ازت. با این وجود شما خیلی خوش به اصطلاح خوش ذوق هستی، با این وجود شما خیلی زرنگ هستی، باهوش هستی. یعنی یه بار تعریفش کن، بعد بزن نفلش کن، بعد بیا به اصطلاح همون به اصطلاح پارچه‌ای که پاره کردی بیاد پوینه دوزیش کن. اما وقتی میایم در تصور اسلامی نگاه میکنیم این حرفا نیست. همش چی هست؟ همش تشویق هست، سرکوفت نیست. خب چیا میگیم؟ مثلا ببینید رسول خدا صلی الله علیه و سلم میخوان که یکی از صحابه خیلی بچه خوبی هست، این رو میخوان تشویقش کنن که بهتر بشه. میفرمایند که نعم عبدالله این کان یقوم اللیل، یعنی عبدالله خیلی پسر خوبی هست، خیلی بسیار بیسته، اما اگر شب رو هم نماز تهجد میکرد دیگه اون وقت چی میشد؟ بیسته بیستر میشد، به خوبتر میشد. خب وقتی ما میایم به این شیوه تربیت کنیم، به این شیوه بچه رو تشویق کنیم، خب نتیجه خواهیم داد. وقتی که به جای اینکه سرکوفت بزنیم، به جای اینکه عیب و ایرادها رو بگیریم، انسان از هیچ که از اینکه عیب و ایرادش رو بگیره خوشش نمیاد. اینه که بگیم تو خیلی بچه خوبی هستی، خیلی باذوق و شوق هستی. خب چه ما مشکل داریم که وقتی حرف میزنه همچنین عبوس و قمتریر هست. خب مثلا که با خودش دعوا داره، میخوایم این رو اصلاح کنیم. میگیم واقعا حرف زدنت بیسته، به خصوص وقتی که حرف میزنی و لبخند میزنی و اینجاست که دیگه اصلا معرکه ای. خب وقتی میگیم اینطور به اصطلاح این رو میگیم، خب خود به خود بچه تشویق میشه و اون مشکلی که توش هست به اصطلاح برطرف میشه. یعنی اگه میخوایم لیمو رو بخوردش بدیم یه کمی اصلا قاطیش میکنیم تا قشنگتر بتونه هضمش کنه. دقیقاً. و وقتی هم که به اصطلاح این به اصطلاح برداشت نادرست ماست که بچه خیلی لجوجه، بچه نمیدونم یه دنده از فلانه. اگه بچه یه دنده نباشه، لجوج نباشه، نمیدونم مواظب چیزای خودش نباشه، نخواد از اونها حمایت کنه، نخواد اسباب بازیاشو درست به اصطلاح مواظبت کنه، به کسای دیگه نده، خب این بچه مشکل داره. باید این از فطرت انسانی هست، حمایت از خودش، حفاظت از خودش، حفاظت از داده‌ها و اون چیزایی که در دسترسش هست. بچه نمیدونه لجاجت یعنی چی. ما این تعبیر ماست که به اصطلاح بچه لجوج هست، بچه نمیدونم یه دنده است فلان. این تعبیر ماست. باید بچه اینطور باشه. اما وقتی مثلا میخوایم یه کاری بکنیم که نمیکنه، میخوایم ناخن‌های بچه رو به اصطلاح بگیریم، بچه نه نمیگم. خب اما میگیم که الان نمیخوای بیایی، میخوای مثلا همین که این عقربه ساعت سر 6 شد اون وقت کوتاه کنیم. خب خودش الان میبینیم که منتظره که تا عقربه سر 6 اومد بیاد دستشو میاره جلوی شما که ناخناشو بگیر. یعنی بدونیم که چطور با بچه رفتار کنیم، به جای این که به اصطلاح بیایم بخوایم بهش زور بگیم. خب یه واکنش نشون میده و به اصطلاح از ما زده میشه و اون کاری که ما بخوایم اون رو انجام نمیده. احساس میکنه که شما آزادی اون رو سلب کردید، شخصیت اون رو میخواید تحت شعاعی به اصطلاح امر و نهی خودت قرار بدید. اینجاست که دیگه رابطه به هم میخوره. اون رابطه ای که باید یه رابطه صمیمی باشه، یه رابطه به اصطلاح محبت و عشق باشه، این رابطه به اصطلاح تبدیل میشه به یک رابطه آمر و ناهی که خب هیچ انسانی امر و دستور و به اصطلاح این رو خوشش نمیاد. هیچ کسی از این که سرش زور بگیر، صداتو ببری بالا خوشش نمیاد. میخواد که مثلا آزادانه به اختیار خودش هر کاری که دلش میخواد رو انجام بده. خیلی ممنونم جناب دکتر. اگر اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه میگیریم، برمیگردیم ان شاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، همچنان با ادامه موضوع نحوه رابطه والدین با فرزندان در راستای دستیابی به تربیت صحیح و سالم. با ما باشید.
زوجتي عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي زوجتي عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي أم أبنائي وروضة مهجتي، وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. في وجهها أمل وملء عيونها، هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها، هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي، وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا، والود والإخلاص والإيمان.
با سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع رابطه والدین با فرزندان، رابطه سالمی که شایسته یک تربیت صحیح هست و مقدمات یک تربیت صحیح و سالم رو فراهم میکنه برای والدین. جناب دکتر، اگر والدین بخوان که با فرزندانشون یک رابطه سرشار از محبت و اعتماد متقابل و اون صفاتی که شما تعریف کردید داشته باشن تا بتونن به تربیت صحیح و سالم بپردازن، چه کار باید بکنن؟ از کجا باید شروع بکنن؟ چه ویژگی‌هایی باید در وجود خودشون باشه که بتونن در این موفق باشن؟ ببینید، من میخوام که الان خانواده‌های عزیز یه مقدار با دقت به مواردی که ارائه میشه گوش فرا بدن، چون که خیلی از برداشت‌هایی که ما متاسفانه در محیط جامعه خودمون داریم یه برداشت‌های اشتباه هست. بر مبنای این برداشت‌های اشتباه ما کل زندگی خودمون رو داغون می‌کنیم و میشیم حکایت همون روستایی و همون مرغش که سرش برید. در قضیه تربیت فرزندان مهمترین عاملی که باعث موفقیت ما یا عدم موفقیت ما در تربیت فرزندان میشه احساس وجود یک نوع عشق و عاطفه و محبت و سعادت و خوشبختی در محیط خانواده هست. سعادت و خوشبختی در زندگی زناشویی انعکاسش خیلی قوی است بر تربیت فرزندان. وقتی پدر و مادر با هم مشکل داشتن، قضیه خروج جنگی بود، تفاهم نداشتن، نمیدونم فلان، این باعث میشه که کلا بچه داغون بشه. آینده ی بچه‌ها، چون بچه‌ها در همین محیط آلوده رشد میکنن. حالا شما میگی که نمیدونم ازدواج اجباری بود و نمیدونم ما همدیگه رو نمیخواستیم، بعد از مدتی ما اول گمانمون یه چیزایی بود. یه حقایقی رو من به شما بگم، الان برای بعضیا هضمش یکم مشکله، اما میخوام بگم که جناب، قبل از ازدواج چیزی به نام عشق و محبت وجود نداره، اساساً وجود نداره. نه این در سال اول ازدواج چیزی به نام عشق و محبت اساساً و اصولاً وجود نداره. شما خواستید زنت رو به اصطلاح با اختیار خودت انتخاب کردی، شوهرت رو به اختیار خودت انتخاب کردی، به زور به ازدواج دادن، موارد دیگه ای بود، گول خوردی، هر چی که میخواد باشه. این مسائلی که مثل یک نوع عشق و محبت ساختگی و سرابی که وجود داره، این عواطف دیگه است. این ما میخوایم که تو غلطک محبت و عشق بیفتیم، هنوز شروع نشده بازی. اصولا در ازدواج اول محبت از 2 سالگی میگن شروع میشه. این یه بسیار پژوهش‌های علمی داره اینو میگه. یعنی چی؟ یعنی قبل از این ما با یک احساساتی داشتیم، بله، یک نمیدونم ابراز محبت‌هایی داشتیم، اما عشق واقعی، محبت واقعی بعد از 2 سال شروع میشه. چرا قبل از ازدواج ما خیلی با هم علاقه داشتیم، حرف میزدیم، گفتمان داشتیم و اینا، بعد اومد ازدواج کردیم، 2-3 ماه اول ببین آمار طلاق چقدر هست، 1 سال اول زندگی ببین آمار طلاق چقدر هست، 2 سال اول ازدواج ببین آمار طلاق چقدر بالاست. چرا این آمار اینقدر بالاست؟ چون که ما محبت وجود نداشت، عشق وجود نداشت. عشق و محبت یک گره کوری هست که باز نمیشه، هیچ وقت این عشق گم نمیشه. میشه که یکی از طرفین بمیره، اما تا آخر عمر این عشق صداش رو ما تا آخر عمر میشنویم. خدیجه کبرا از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رخت بر میبنده. پیامبر در مکه هست، از مکه هجرت میکنه به مدینه میاد، این همه زندگی پیامبر خدیجه در کنار پیامبر هست، عشق خدیجه هست. پیامبر بعد از سالیان سال برمیگرده به مکه، فتح مکه، میخواد که به اصطلاح خیمهش رو کنار قبر خدیجه بذارن. جناب دکتر، اگر اجازه بدید تا چند ثانیه دوستان دوباره با شما ارتباطشون رو برقرار کنن تا تصویر بهتری داشته باشیم. من در تکمیل صحبت شما موضوع رو همچنان ادامه بدم که بحث محبت و آنچه که جناب دکتر بارها اشاره فرمودن، بحث این که عشق و محبت و علاقه در سالهای اول
ایجاد نخواهد شد. یعنی اون چیزی که ما انتظار داریم که در سال اول همچنان باقی بمانه و در سالهای بعدی ایجاد میشه و ادامه صحبت جناب دکتر دوباره ادامه خواهند داد. جناب دکتر همیشه شما روی موضوع تاکید میکنید که بحث محبت و اون عشق و علاقه و احساس بین دو همسر رو ما نباید در سال اول ما منتظر باشیم که حتما به وجود بیاد و اگر در سال اول ما این رو مشاهده نکردیم گویا که مسئله طبیعی است، یعنی نباید زیاد نگران شد. آیا درست متوجه شدم منظور شما رو؟ در سال اول که به وجود اصلا امکان نداره به وجود بیاد. یعنی در اصلا سال هیچ محبتی نیست بین دو تا زن و شوهر؟ اون چیزی که هست استاد سلیمانی عزیز اینه که ما داریم رو غلطک محبت میافتیم. امکان داره که این به اصطلاح غلطک روی مسیر خودش درست حرکت کنه و امکان داره هم منحرف بشه که امکان انحرافش رو ما زیاد میبینیم. میخوام بگم که هر طور که این بنای خانواده به وجود اومد، اساس چطور به وجود اومد زیاد ما نیاییم روی این گیر بدیم، کل زندگیمون رو ویران کنیم که این دختر رو من نخواستم به زور به من دادن، این ازدواج طبق میل من نشد. میخوام بگم که محبت و عشق رو ما به وجود میاریم، ما میتونیم در زندگیمون بسازیم. اینه که ما میگیم که به اصطلاح محبت، ببینید وقتی هم بچه میاد ما محبت رو میتونیم بسازیم و میتونیم داغونش کنیم که خیلی وقتا متاسفانه چون خانم ها از این مسائل آگاه نیستن خودشون رو گم میکنن و شوهراشون رو از دست میدن. بچه که اومد خب مادر به طبیعت حال اولین بچه است، با بچه مشغول میشه، پدر هم از خوشحالی اومدن بچه تو این جوگیر هست، مثلا یه 2-3 ماهش اینطوری به این صورت میگذره و پدر میتونه مثلا وجود بچه رو در کنار مادر، اون بچه‌ای که اومده مادر رو به زنش رو ازش گرفته رو تحمل کنه. 6 ماه که میگذره بله دیگه الان پدر احساس غیرتی میکنه. مادری هم که غافل هست که به اصطلاح با اومدن بچه کوچولو، بچه بزرگتر که پدر باشه رو داره در حقش کوتاهی میکنه، خودش تو هوا نیست و کم کم این یک نوع غیرتی به وجود میاد. بعد از یه سال میبینیم که مرد احساس میکنه که از زندگی زن داره کم کم دور میشه و از اهتمام به اون کاسته میشه. اینه که دنبال بدیل میگرده. حالا بدیلش میتونه دوستاش باشن که بره با اونا وقتشو بگذرونه، با نمیدونم پیکنیک بره با دوستاش، از خونه میخواد دور بشه، یا تو خونه هم که هست با موبایلش، با تلویزیون، با اینترنت، با چت، با این مشغوله. یکم جرأتش بیشتر باشه خب دنبال ازدواج دیگه ای هست. این طبیعت مرداست که وقتی که به اصطلاح احساس کنن که این محبتشون گم شد، این فضا ازشون گرفته شد، دنبال بدیل میگردن. خب اینه که ما باید محبت رو، عشق رو بسازیم. حالا جناب دکتر در همین موضوعی که شما اشاره فرمودید ببخشید منو کلام شما، مثلا بعضی خانواده‌هایی که احساس خوشبختی نمی‌کنن چون از این که تاکید کردید روی این موضوع که از مهمترین عواملی که در ایجاد رابطه عاطفی و یک ایجاد رابطه سالم بین والدین و فرزندان مهم هست، بحث موضوع خوشبختی، احساس خوشبختی خود والدین هست در داخل فضای خانواده. حالا اگر در داخل فضای خانواده احیانا احساس خوشبختی نمی‌کنه کسی، یا اگر احساس هست ولی هنوز تکمیل نشده، چطور میشه این خوشبختی رو اصلا ایجاد کرد؟ چه مواردی مهم هست در ایجاد این خوشبختی که ما بتونیم در یک داخل یک خانواده یک احساس خوشبختی رو ایجاد بکنیم و والدین احساس خوشبختی بکنن که بعداً این باز تاثیر مثبتش رو داشته باشه بر فرزندان؟ ببینید خوشبختی رو ما میسازیم و ساختن خوشبختی و محبت در خانواده شاهکاری نیست، کوکندن نیست، خیلی آسون است. اما مهم این است که ما ببینید تعامل ما، رفتار ما، سلوک ما وقتی که ما با هم هستیم هیچ مشکلی با هم نداریم. مشکل از کجا میاد؟ مشکل از افکار میاد، از اندیشه ها میاد. یه افکاری هست که داده ها و میراث فرهنگی ما به خورد ما داده، خب که اینا خیلی هاشون اشتباه هست. یه افکاری هست که از فیلم های نمیدونم بیگانگان میگیریم، یا از فیلم ها، حتی از فیلم های خود به اصطلاح محلی خودمون. یه افرادی این فیلم ها چی هست؟ این فیلم ها داده های یک روانشناسی، یک جامعه شناسی، یک عقل و یک اندیشه نیست. اینها ترشحات برخی از افرادی هستن که خیلی هاشون بیمار هستن،
خیلیاشون اصلا نمیدونن وضعیت اجتماعی چی هست. شما ببینید در فیلم ها چی داریم میبینیم؟ در فیلم ها خیانت داریم، در فیلم ها چشم همچشمی داریم، در فیلم ها نمیدونم مادر زن یه هیولاست، پدر زن یه وحش هست، یه نمیدونم هر چیز یه چیزایی به اصطلاح. خب وقتی میایم تو جامعه خودمون همچین چیزایی نداریم. خانواده های ما بسیار پایبند هستند، بسیار مؤدب هستند، بسیار همدیگر رو به اصطلاح میتونند هضم کنند. روستاهایی که از تلویزیون دور هستند یا خانواده هایی که از تلویزیون و از این غزو فرهنگی دور هستند همچین مشکلاتی رو ندارند. اما میبینیم که درصد طلاق در تحصیل کرده های ما بالاتر هست، در خانواده هایی که نمیدونم خودشون رو خیلی عاقل میدونن بالاتر هست. پس یک مشکلی اینجا هست. اینه که ما باید یاد بگیریم چطور محبت رو بسازیم. ببینید یک سوء تفاهم به وجود میاد، اما ما یاد گرفتیم که سوء تفاهم که به وجود اومد، سوء تفاهم رو بیاریم چیکارش کنیم؟ بیاریم دعواش کنیم. سوء تفاهم با جنگ و دعوا و صدا بالا بردن و نمیدونم جار زدن و هوار زدن حل نمیشه. سوء تفاهم حلش چی است؟ با تفاهم. خب با هم میشینیم، بله من به اصطلاح از شما همچنین انتظاراتی دارم، 1 2 3 این کار رو شما انجام میدید، من به اصطلاح مخم خط خطی میشه، به هم میریزم، این لطفاً این کار رو نکن، 1 2 3 این حق من از شما است، این حق شما، این مرزبندی ها رو با هم رعایت کنیم. این شد تفاهم. خب در مبنای این تفاهم احترام به وجود میاد. هنوز ما معنای احترام رو نفهمیدیم، به خصوص خانم ها. وقتی میگیم که شما شوهرت رو احترام میگذاریم، میگه بله. چی احترامش چی است؟ همیشه بهش میگم شما، هرگز بهش نگفتم تو. همیشه بهش میگم بفرمایید اینجا به اصطلاح تشریف بشینید، به اصطلاح بشینید. نه هرگز بهش نگفتم اینجا به تمرگ. یعنی ما فرق به اصطلاح هنوز واسه ما واضح نشده بین احترام و ادب. این رو میگن ادب، این رو میگن اخلاق درست، این رو میگن تربیت اجتماعی درست. این رو نمیگن احترام. احترام چی است؟ احترام این است که من شخصیت مقابل رو بشناسم، شخصیت مقابل رو قبول کنم. یعنی چی قبولش کنم؟ یعنی اینی که یک خداوند متعال یک نعمتی به من داده که اسمش هست همسر یا شوهر. این همسر با تمام ایراده هایی که داره من قبولش دارم، با همه بخیلیش، با همه نمیدونم دیر اومدنش به خونه، با همه بی احتمامیش به وضع خونه، با همه نریسیدنش به حق بچه ها و اون چیزایی که تو ذهن من اشتباهات هست، من با همه این اشتباهات قبولش دارم. یه گلی از نصیب من شده که چند تا خارم داره، من این گل رو با همون خاراش قبول کردم. من وقتی که میبینم که این عزیز من 80 تا عیب داره، 20 تا ویژگی هم داره، البته هیچ انسانی نیست که یک ویژگی خاصی نداشته باشه. بیشک. من میام به خاطر همین ویژگی ها و به خاطر این تقدیر من که اینطور زده شد، میام این رو قبول میکنم. نمیام اون کاری که بسیاری از خانم ها انجام میدن. حالا امشب ما به جون خانم ها افتادیم. یک اشتباهاتی که خانم ها میخوان بکنن اینه که مثلا میخوان شوهراشون رو تغییر بدن. این چیزی است که نباید اصلا وجود داشته باشه. اگر شما سعی کردید که شوهرت رو تغییر بدید، یعنی اینی که شما براش احترام قائل نیستید. خب بعضی جاها نیاز به تغییر نیست، احساس میکنید؟ تغییر وقتی من بخوام تغییر بدم امکان پذیر نیست، اما وقتی خودش بخواد تغییر پیدا کنه اون وقتی که امکان پذیر هست. یعنی نحوه تعامل با برخورد ما با اون مشکل مهم است. دقیقاً وقتی که من بخوام به اصطلاح خانم به شوهرش میگه که خب ساعت 9 که شما کارت تموم میشه، حداقل 9:30 بیا خونه برس. همیشه ساعت 11 میای میری با دوستات میشینی فلان میکنی. همین که شوهر فهمید که خانمش مثلا میخواد اون رو عوض کنه، اگر دوستی هم نداشته باشه که باش بشینه، میره تو خیابون تو پارک قدم میزنه تا ساعت 11 بشه سر همون تأخیرش بیاد. نمیخواد که به اصطلاح خانمش احساس کنه که بله منو عوض کرد. این نمیخواد. طبیعت مردا اینجوری هست. البته جناب دکتر بعضی شوهرها هستن که تا خانم بگه 9:30 بیا، میگه چشم 9 و 20 دقیقه شاید بره خونه اصلا. این حالت‌هایی هست که به اصطلاح استثنایی هست. طبیعت مرد اینطور نیست. طبیعت مرد اینه که به اصطلاح میخواد که خودش رئیس باشه، میخواد که حرف اون باشه، نمیخواد که نشون بده که به اصطلاح حرف همسرش رو قبول کرد. پس این به اصطلاح ذکاوت همسر رو میرسونه که کاری که میخواد تحقق پیدا کنه
طوری این برنامه ریزی میکنه که شوهر خودش به میل خودش اون رو انجام بده، انگار که تصمیم خودش بود، انگار که خواست خودش بود، نه انگار که اون رو مجبور کرد. خب اینجاست که به اصطلاح باید این موردی هست که ما باش میتونیم محبت رو بسازیم. وقتی که ما احترام به این معنا، احترام معناش اخلاق و نمیدونم به فرما و تعارفات و نمیدونم اینجور چیزا نیست، ادب نیست. احترام اینه که من طرف مقابل رو به عنوان یک هدیه الهی با تمام اون ناقصاتی که مثلا من درش دارم، هر موردی که هست این رو قبول دارم، این حق منه، این مال منه. خب حالا یک ایراداتی داره، بعدش از اون بیام به اصطلاح فن و فوت‌های تغییر رو یاد بگیرم، فن و فوت‌های این رو یاد بگیرم که چطور این مشکلی که هست این رو حل کنم، یا خودم رو عوض کنم. اولین میدان برای به اصطلاح تغییر دادن طرف مقابل اینه که من خودم رو عوض کنم، شیوه برخوردم رو عوض کنم، اینی که خودم رو به اصطلاح یک آمر و ناهی بر اون قرار ندم. این یه موردی هست که خیلی مهم هست و یه موردی که بسیار مهم هست و اصلا در جامعه ما نبوده و نمیبایست میبود و متاسفانه اینم از داده های به اصطلاح فرهنگ های دیگر هست و غزو فرهنگی هست، اینی که اعتماد متقابلی بین دو تا همسر باشه. اعتماد متقابل یعنی چی؟ یعنی اینی که ممنوع هست، تماما ممنوع هست که ما روی همدیگه شک کنیم، ممنوع هست که تلفن‌های همدیگه رو چک کنیم، ممنوع هست که بریم پشت سرش که شوهرم میخواد کجا بره، ماشینش رو کجا پارک کرد، میخواد به اصطلاح کجا بره فلان. این تا در هر خونه‌ای که شک اومد، اون خونه به اصطلاح هیچ وقت محبت رو به چشمش نخواهد دید. باید این محبت و عشق رو ما بسازیم. وقتی ما همچنین فضایی رو به وجود آوردیم، این فضای محبت و عشق خود به خود این انعکاس پیدا میکنه روی چی؟ روی تربیت فرزندان. ما در طبیعت یک قانون پژواک داریم. شما میرید توی کوه داد میزنید که تو خوبی، از اون وقت صدا میاد که به اصطلاح تو هم خوبی. خب هر چیزی که به اصطلاح ما انجام بدیم انعکاسش رو در محیط زندگی خودمون خواهیم دید. وقتی که ما در محیط خانواده عشق داریم، محبت داریم، تفاهم داریم، احترام داریم، خود به خود این فرزندانی که در این فضا به وجود میان، در این باغچه‌ای که اینطور ما اون رو به اصطلاح درست و زیبا بارآور کردیم و ساختیم، خب خود به خود این فرزندان با همین احترام، با تفاهم، با عشق، با محبت، با انسان دوستی و با اخلاق درست به اصطلاح سر بالا میارن. خیلی ممنون جناب دکتر. واقعا نکاتی که اشاره فرمودید نکات بسیار مهمی است. ما همیشه وقتی در فضای داخل خانه سعی میکنیم که به فکر تربیت فرزندانمون باشیم، فکر میکنیم که فقط مسئله اونها هستن. یعنی غالبا والدین، پدر و مادر بیشتر به فرزند نگاه میکنن تا به خودشون. یعنی حالا پدری خودش شاید یک اشتباهی رو داره مرتکب میشه و یا مادر، و اون موقع انتظار داره که همون اشتباهی رو که خودش انجام میده فرزند انجام نده و اون رو منع میکنه از اون کاری که خودش داره انجام میده. و موارد زیادی هستن که حالا ما در رفتار داریم، در گفتار داریم، در تعامل داریم، در معاشرات خودمون داریم، در زندگی برها روزمره خودمون داریم و بعد گله میکنیم که چرا بچه من، فرزند من چموش شده و تمرد میکنه و گوش نمیکنه حرف من رو و هرچی بهش میگیم انگار که نرود میخ آهنین در سنگ و نصیحت همه عالم به گوش بچه من باد است، از این گوش میاد و از این گوش میره بیرون. مواردی بسیار مهمی است که واقعا ما باید بررسی بکنیم. ما اولین موردی که خیلی مهم هست جناب دکتر بهش اشاره کردن، مورد اون فضایی است که ما در اون فضا بچه داره تربیت میشه. الان ما در فضایی که ما یک نان وقتی میخوایم بپزیم در یک تنوری نیاز هست که حرارتی باشه، نیاز هست که گرمایی باشه، نیاز هست که یک فضای خاصی باشه تا این پخته بشه. در یک کوره آجرپزی همین مثال هست، در کوره‌ای که ما میایم و یک آهنی رو ذوب میکنیم، میخوایم شمشیر تیزی بشه که فردا بتونیم از این استفاده بکنیم، در جایی یک سلاحی درست بکنیم، همین حکایت است. اول باید یک بستری فراهم باشه، یک جوی باشه، یک فضایی باشه، یک حرارتی باشه، یک به هر حال در فضای خانه یک محبتی باشه، یک احترامی باشه، یک اعتماد متقابلی باشه، مواردی که جناب دکتر اشاره فرمودن، تا حداقل
وقتی پدر مادر خودشون خوبن، خودشون احساس خوشبختی میکنن، خودشون عاملن با آنچه که انجام میدن، طبیعتا این تاثیرگذار خواهد بود به صورت مستقیم در رفتار و تربیت فرزندان ما. جناب دکتر، اگر به مورد دیگری بخوایم اشاره بکنیم، بحث برخی از رفتارهای نادرستی که احیانا از والدین سر میزنه و سبب میشه که نتیجه عکس ما بگیریم، چه مواردی نتیجه منفی میده در تربیت، ولو اینکه نیت ما تربیت است. الان بعضی وقتها ما نیتمون خیره، اما کاری که انجام میدیم اون کار نتیجه عکس میده. ما در بحث تعامل والدین با فرزندان خیلی وقتها مواردی رو مشاهده میکنیم که اینها به جای اینکه تربیت بکنن و اصلاح بکنن، مشکل رو حل بکنن، مشکل رو بیشتر میکنن. چه مواردی رو شما میتونید در زیر این مجموعه داخل بکنید؟ چه مواردی مهم هستن که ما از اونها باید پرهیز بکنیم تا نتیجه عکس و سلبی نگیریم از نیت خیلی که داریم؟ ببینید، یک موردی هست که بسیار حائز اهمیت هست و این رو ما کجا مشاهده میکنیم؟ در خانواده‌هایی که میگن که ما خیلی احساس مسئولیت داریم. در خداوند متعال به ما میفرماید که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مؤمنان خودتون بچه‌هاتون رو از آتش جهنم نجات بدید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما میفرمایند کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، هر یک از شما مسئولیت دارید در قبال زیر دستاتون. پس ما مسئولیت داریم، پس ما باید بچه‌هامون رو اونطوری که می‌خوایم تربیت کنیم. من میخوام که بچه‌م این شکلی باشه. یعنی من میام در عقل و در منطق خودم یه تصوری میذارم برای بچه، یک شکل و قیافه‌ای، حتی شکل و اندامش رو، اینقدر وزنش باشه، اینقدر طولش باشه، اینقدر شکلش باشه، اخلاقش اینطوری باشه، مدرکش اینطوری باشه، ریاضیات رو دوست داشته باشه، از ادبیات زیاد خوشش نیاد، از شعر و شاعری متنفر باشه، از نمیدونم نقاشی خیلی خوشش بیاد. از یک شکل و قیافه‌ای رو ما در ذهنمون میسازیم. چرا که من میخوام که بچم رو اینطور باید بیارم تا بشه فیثاغورس زمانه. خب یک چیزی رو ما در ذهنمون میگذاریم. خب به خاطر چی؟ به خاطر اون احساس به مسئولیتی که میکنیم. میاییم بچه رو کلا داغون میکنیم. یعنی ما میخوایم به بچه‌مون زور بگیم، ما میخوایم بچه‌مون رو اراده و قدرت و توانمندی هایی که خدا توش گذاشته، اینها رو همه رو میخوایم داغون کنیم، طوری که ما میخوایم جهت دهیش کنیم. برامون احساس بچه، قدرت بچه، خواهشات بچه، اون مسائلی که بهشون جهت دهی به اصطلاح هوش و ذکاوت بچه، اینو همه رو ما به عهده میگیریم. کلا بچه رو میخوایم بذاریم یک به اصطلاح یک وسیله‌ای که هیچ گونه اختیاری از خودش نداشته باشه. خب چیکار میشه؟ اینه که بچه طغیان میکنه، بچه انتقام میگیره و خیلی هم بد انتقام میگیره. میبینیم که مثلا اون بچه‌هایی که به اصطلاح شخصیتشون قوی هستن، خب اینا چیکار میکنن؟ میان لجاجت میکنن، دعوا میکنن، نمیدونم یک خشونت به خرج میدن. اما بچه‌هایی که باز شخصیتشون ضعیف هست، میبینیم که مثلا دستش رو مثلا انگشتاشو میخوره، نمیدونم گوشیگیر میشه، نمیدونم شب ادراری پیدا میکنه، یک تاثیراتی به اصطلاح منفی اینچنینی در بچه ظاهر میشه. اینه که ما نباید این کارو بکنیم. نباید بخوایم بچه رو اونطوری که مزاج ما میخواد، اونطوری که ما میخوایم خودمون رو بر بچه‌مون، خواسته هایمون رو بر بچه تحمیل کنیم و باعث بشیم که همون چیزی که ما میخوایم، خب ما بدیش رو که نمیخوایم، ما خوبیش رو میخوایم. اما چون شیوهی که ما اختیار میکنیم یه شیوه امپراتوری هست، یک شیوه نمیدونم امرالهی از بالا هست، در اینجا ما بچه رو به جای اینکه دوستش بگیریم، به جای اینکه رفیقمون بشه، از خودمون دور میکنیم. جناب دکتر، در این موضوع ببخشید که بحث دخالت والدین و اون تصوری که والدین نسبت به فرزندشون دارن، اون به هر حال خواسته هایی که دارن در تربیت، اون اهدافی که دارن، اون شخصیتی که از فرزندشون در آینده تصور دارن و امید دارن که به اون برسه، الان این محدودش چقدر هست؟ الان وقتی که شما میفرمایید نباید والدین بیان و دخالت بکنن و نظرات خودشون رو تحمیل بکنن بر فرزندان و هر جوری که دوست دارن یه قالبی از پیش آماده بکنن و بخوان که بچه‌شون رو به زور در این قالب جا بدن که بعداً این همین قالب در بیاد، این محدوده چقدر است؟ تا چه حدی این دخالت ها اجازه دارن، تا چه حدی نباید یعنی دخالت بکنن؟ آیا کلا نباید اصلا هیچ طرحی داده بشه، هیچ پیشنهادی داده بشه، هیچ درخواستی بشه، هیچ برنامه‌ای ریخته بشه، یا نه یه محدوده خاصی داره فقط؟
ببینید والدین در قبال بچه‌هاشون مسئولند و نبود حد و مرزها این خودش یه ویرانگری بسیار خطرناکتری هست. اینی که ما بچه رو به اصطلاح یک آزادی مطلق بدیم، این یعنی اینی که ما امنیت رو از بچه برداشتیم، بچه رو کلاً داغون کردیم که الان بهش اشاره میکنم. اما در این مسئله‌ای که به اصطلاح من دارم اشاره میکنم اینه که ما باید یک فضایی از محبت و عشق رو به وجود بیاریم که اون چیزی که ما برای بچه به اصطلاح صلاح دید ما هست و اون رو مفید میدونیم، اون خواسته ما نشه، اون خواسته بچه بشه. وقتی که ما میخوایم به اصطلاح بچه‌مون بیاد در راستگویی و در نمیدونم صداقت، در درس و مشق و تحصیلاتش، در شیوه برخوردش با دیگران، با بزرگتر، با کوچیکتر، اون طوری باشه که ما میخواییم، این فضا رو ما طوری باید برنامه ریزی کنیم، یک طوری سیستماتیک یک مرحله به مرحله اجرا در بیاریم که این تفاعل خود بچه بشه. وقتی من میخوام که بچه‌م به اصطلاح مهندس بشه، من نباید بخوام به بچه بگم که به اصطلاح که من میخوام که تو مهندس بشی، باید کاری بکنم که بچه خودش بخواد مهندس بشه. من تشخیص دادم که به اصطلاح بچه‌م در فلان زمینه استعداداش خیلی بیشتر از زمینه‌های دیگه، پس من میبینم که اگر در این زمینه روش کار بکنیم، روش سرمایه گذاری بکنیم، بچه‌م یک نمیدونم دانشمند هسته‌ای میشه. پس من بیام این کاری بکنم که بچه بخواد دانشمند هسته‌ای بشه، نه اینکه من بخوام بهش بگم که تو باید دانشمند هسته‌ای بشی. اون چیزی که من بهش بگم و اجبارش کنم ازش زده میشه. چقدر از بچه‌هایی که ما خانواده ها فرستادنشون اروپا که نمیدونم از اون بر پزشک برگردن، به پزشکی هم از اینجا رفتن، در دانشگاه هم پزشکی گرفتن، از اون بر رقاص اومد، از اون بر نمیدونم دام پزشک هم نشدن، پزشک هم نشد. از این موارد ما خیلی زیاد داریم. خب رفت و اصلا تحصیلات رو ول کرد و معتاد اومد. خب دانشگاه فرستادیم بچه‌مون رو نمیدونم در رشته فلانی چون که ما می‌خواستیم. اون رشته هم رشته بدی نبود، خب درآمدش هم خوب بود، به اصطلاح موقعیت اجتماعیش خوب بود، همه چیزا ما بر اساس همین صلاح دید ما به این جهت رفت که به اصطلاح همه این خوبی‌ها رو داشت. اما با شخصیت فرزند ما سازگار نبود. دقیقاً چون که از طرف ما اومدی بود، ما نتونستیم یه فضایی به وجود بیاریم که این خواست بچه ما بشه، از بین رفت. نقطه مقابلی که شما بهش اشاره کردید، این رو مثلا در خانواده‌های دیگه ای ما می‌بینیم که مثلا خودشون رو خیلی فرهنگی می‌دونن، خیلی آزادمندش می‌دونن، با سواد بالا هستن، ما نباید تو کار بچه‌مون دخالت کنیم. خب اینا میاد چیکار میکنن؟ یه اشتباهی میکنن که از اون اشتباهی اون خانواده‌های به اصطلاح پایه‌بند به مراتب بدتر، خطرناکتر هست و اونه که به اصطلاح به بچه‌شون آزادی بی قید و شرط میدن، آزادی مطلق. وقتی که من به بچه‌م آزادی مطلق دادم یعنی چی؟ یعنی شخصیت و معنویات و هویت بچه رو از بین بردم. الان این بچه کی هست؟ چی هست؟ هیچ هویتی نداره، هیچ مرز و بندای اون رو به اصطلاح کنترل نمیکنه، هیچ کی هست نمیدونه که کی هست. مشکل کجاست دکتر؟ چرا مشکله؟ چرا آزادی مطلق دادن به فرزند این مشکلات رو ایجاد میکنه؟ آیا مثلا فرزندی که به سنی رسیده مثلا 18 19 که حالا بعضی جاها گفته میشه که سن قانونی هست و دیگه بچه به سن بلوغ رسیده و خودش میتونه برای خودش تشخیص بده، آیا در این سن و سال هم مشکل هست اگه همچین آزادی داده بشه به فرزند؟ این روند تربیت فرزند از قبل از تولد فرزند باید شکل گیری بشه. از قبل از تولد فرزند احساس داره، شعور داره، اکتئاب مادر، نمیدونم اضطراب مادر، خوشحالی مادر، صداهایی که میشنوه، همه اینا توش تاثیر میذاره. در دوران کودکی اگر ما خوب به اصطلاح بچه رو به اصطلاح خوب بار آوردیم، وقتی که جوون شد حالا بندازش تو دریا غرق نمیشه. شما طول این مدت به اصطلاح به اون شنا کردن رو آموختید. اما اگر نه همین چور سرکی بیایم سر به اصطلاح جوونی و اون رو رها کنیم، باز هم تو هچل افتادیم. اینه که در ابتدای کار ما باید یک مرزبندی هایی رو بذاریم که شخصیت و هویت فرزند شکل گیری بشه. اینی که به اصطلاح بگیم که چطور رفتارش با بزرگتر، با خویش، با کوچیکتر، با این با اون چطور باشه، اینها همه عنوانهای هویتی اون هست. اهتمامش به تحصیلاتش، فلانش، تا بفهمه که کی هست.
میخواد چه بشه، تو زندگی به اصطلاح نقشی داره، تو جامعه باید یه نقشی داشته باشه. اما وقتی ما میگیم نه، ما بچه‌مون رو آزاد میگذاشتیم. آزادی مطلق یعنی چی؟ یعنی اینجا که بچه هیچ قید و بندی رو نداره، بچه هیچ احساس امنیتی براش وجود نداره، اینی که هیچ هویتی براش نیست. ببینید یک ماشینی که میخواد تو یک جاده حرکت کنه، یک قوانین راهنما رانندگی اون رو به اصطلاح کنترل میکنه. خود همون جاده، همون مسیری که حرکت میکنه، خود اون مسیر اون رو کنترل میکنه. مسیر اسفالت است، اطرافش نمیدونم میله زدن، فلان زدن، بالا بردن، پایین آوردن، یک مسیری رو براش گذاشتن که هم مسیر در اون نقش داره در شیوه حرکت اون و هم قوانینی که به اصطلاح هست و در نتیجه ماشین به سلامتی در قالب امر به سرمقصدش میرسه. اما اگر همین راه نمی بود، این قید و بندها نمی بود، خب چی میشد؟ خیلی مشکل بود که به اصطلاح ماشین به هدفش برسه. درست همین با فرزند هست. وقتی که ما یک قید و بندی براش نگذاشتیم، بچه چیکار میکنه؟ دنبال هویت خودش میگرده که من کی هستم. اینجاست که میفته تو چی؟ تو هچل هویت‌های وهمی. توی پاتوقی میفته. اون پاتوق هم افرادی هستند که بسیار این گونه افراد همیشه خودشون به خاطر به اصطلاح ابراز هویت خودشون به طرف افراط کشیده میشن. همیشه ما میبینیم که اینها میان یه پاتوقایی درست میکنن، یک شرط و شروط‌های، یک مرزبندی‌های خودشون وضع میکنن. کسی که میخواد با ما باشه باید لباس اینطوری بپوشونه، هر کسی که میخواد با ما باشه باید موهاشو اینطوری آرایش بکنه، کسی که با ما میخواد باشه باید به اصطلاح رو زمین اینطوری بشینه. یک نوع مرزبندی ها و قوانینی برای خودشون وضع میکنن و این قوانین همینطور رشد میکنه، افراطی و افراطی تر میشه. این دزدایی که ما تو جامعه داریم، این قالتاقایی که تو جامعه داریم، نمیدونم این شیطان پرستایی که تو جامعه داریم، این آتش پرستایی که امروزا به اصطلاح تو جامعه ما سر برآوردن، اینا از کجا هستن؟ این نمیدونم به اصطلاح نحوه های پوشش، آرایش در بین دخترها، در بین پسرها و اینایی که ما توی به اصطلاح خیابونا شاهد هستیم، اینا کیا هستن؟ وقتی هم میری دنبال این خانواده ها میگردی، میبینی اینا خانواده‌ای کی هستن؟ بچه‌ای کی هستن؟ بچه‌های همون افرادی هستن که خودشون رو خیلی باسواد، خیلی فرهنگی، خیلی نمیدونم دانشمند میدونستن و فکر میکردن که باید قید و بند رو از بچه برداریم، بذاریم که خودش رو به نمایش بگذاره. خب خودش رو به نمایش گذاشت. به این صورت رفت. ما اومدیم با این شیوه غلط، با این تصور اشتباه، اومدیم عنوان هویتی بچه رو ضایع کردیم. شخصیت بچه ضایع شد، ذوب شد، معنویتش از بین رفت. خود بچه نمیدونه چی کاره هست، احساس امنیت نداره، چون که احساس نمیکنه یک پدری، مادری، یک قوانینی اون رو به اصطلاح زیر نظر داره. خدا که اصلا در تصورش ساخته شده نشد. ما نتونستیم، به اصطلاح این گونه خانواده ها به این مسائل اهمیت نمیدن. اینجاست که دیگه بی‌بندوباری و انحرافات در این گونه فرزندان به مراتب بیشتر میشه. این انحرافات باعث میشه که چی؟ یک رابطه این گونه فرزندان با والدین به کلی از بین بره. چرا؟ چون که اصلا اون احساس امنیت و هویت خانوادگی این دیگه اصلا در بچه کاشته نشد. خب در نتیجه خب بچه از پدر و مادر اصلا حساب نمیبره، براشون هیچ گونه ارزشی، هیچ گونه احترامی قائل نیست. فقط ارزش و احترامشون به این حد هست که بتونه با زور، با نمیدونم خودنمایی، به هر طریقی از اونها نیازهایی که داره، پولی میخواد، نمیدونم مسائلی که نیاز داره رو از اونها به زور، با بد اخلاقی، با نمیدونم خودنمایی، به هر طریقی که شده، حتی با دزدی از اونها بگیره. و هیچ گونه مثلا اینجاست که دیگه رابطه اینها کور هست و هیچ گونه فضایی برای تربیت وجود پیدا نخواهد شد. حالا جناب دکتر بین این دوتا موضوع افراط و تفریط، حالا اون آزادی قید و بند و بار که همچین خطرهایی رو به دنبال خواهد داشت و یا اون تفریطی که اولیه که انسان ما خواهیم مجبور بکنیم که فرزند در همون قالبی پیش بره که ما براش تعیین کردیم، به نظر میاد که نیاز هست یک به هر حال توصیه‌های، راهنمایی‌های، نصیحت‌های از طرف والدین برای فرزند باشه. محدوده این رابطه، محدوده این راهنمایی، محدوده این نصیحت و اصلا خود نحوه این
رفتار چگونه باید باشه که وارد خطا نشیم ما در بحث اصلاح؟ ما باید همین رابطه رو که یک رابطه محبت و صمیمیت هست این رو به وجود بیاریم. تا وقتی که این رابطه صمیمیت به وجود نیومده هیچ گونه ترفند تربیتی به اصطلاح جواب نخواهد داد. این رابطه رو خب ما خودمون یا به وجود میاریم یا از بین میبریم. وقتی که من میام مثلا در قدرت هایی که خداوند در بچه به اصطلاح گذاشته در اینها شک میکنم، از تو هیچ کاری ساخته نیست، تو نمیتونی، نه بابا تو اصلا تو بزدلی مثل تو میخواد چیکاره بشه، خب ترسوتر از تو دیگه همون عمود بود که خدا رحمتش کنه. خب خلاص ما این بچه رو داریم داغونش میکنیم، دیگه رابطه‌مون با این بچه به اصطلاح یک فاصله میندازیم، این بچه همیشه سرکوفت میخوره. یا وقتی که به اصطلاح بهش اهانت میکنیم، کرامتش رو زیر سوال میبریم، همیشه بهش به اصطلاح سرکوفت میزنیم. این خیلی مهم هست. وقتی که ما بچه رو به اصطلاح سرکوفت میزنیم، اهانت میکنیم، خب خواه نخواه از ما فاصله میگیره. یا مقابلش خیلی لوس و نونور بارش میاریم. این لوس و نونور بار آوردن یعنی چی؟ یعنی اینی که ما اصلا برای اون قدرت هایی که توش هست، اون توانمندی های، اون اعتماد به نفسی که باید داشته باشه هیچ ارزشی براش قائل نیستیم. همه کارشو باید ما بکنیم، درسش رو ما میخونیم، حرفش رو ما میزنیم، شیوه غذا خوردنش رو ما مواظبش هستیم، نمیخوایم که اصلا به اصطلاح زمین بخوره، نمیخوایم که حرکت کنه، نمیخوایم که این به اصطلاح تصور هم بازم بچه رو به اصطلاح داغون میکنه و بعد از خب بچه یک مقداری که بزرگتر شد اومد در محیط جامعه میبینه که دوستاش هم سن و سالاش خیلی اعتماد به نفس بالا دارن، خیلی کارا رو میتونن بکنن، خیلی جرأت دارن، اما من هیچ کاری نمیتونم بکنم. سبب چی بود؟ بله همین مادری بود که من رو لوس و نانار بار آورد، همین پدری بود که من رو اینطوری نازک نارنجی بار آورد. در نتیجه این بچه تا به عمر به اصطلاح نوجوانی میرسه از پدر و مادر فاصله میگیره. یا مثلا وقتی که همیشه پیام‌های منفی به خورد بچه داده میشه، تو خیلی شیطونی، احمق‌تر از تو دیگه کیه؟ برادر تو ببین خیلی عاقل‌تر، به اصطلاح درست‌تر، اما تو رو ببین همیشه تو آدم تو رو میبینه یاد شیطون میفته. این به اصطلاح باعث میشه که خب این بچه همین پیام‌ها رو احیانا ما در کودکی به بچه میگیم، احساس میکنیم که بچه نمیفهمه. میبینیم که بعضی از خانم‌ها یا آقایونی که به اصطلاح در حال درک و شعور درستی ندارن، بچه کوچیکشون رو با الفاظ حیوانات صدا میزنن، بچه هم میخنده، نمیتونه، فکر میکنن که بچه نمیفهمه. اینها تو ذهن بچه کاشته میشه. وقتی که بزرگ شد خب چون که همیشه بهش میگفتن خرس، احساس میکنه که خرس هست، همیشه بهش میگفتن گاو، احساس میکنه که گاو هست، چون که این یه داده‌ای هست که در داخل مخش ذخیره شده. الان دیگه باید واکنش نشون بده، الان داره به اصطلاح بروز میکنه. وقتی که ما بچه‌مون رو جلوی دیگران تحقیر میکنیم، وقتی به اصطلاح بهش میگیم بزدل، وقتی میگیم کندزن، وقتی میگیم نفهم، وقتی میگیم ترسو، اینها در ذهن بچه به اصطلاح میمونه و وقتی که به اصطلاح به سن نوجوانی رسید، یه مقداری شخصیتش پخته‌تر شد، این مسائل انعکاس پیدا میکنه. اونجاست که به اصطلاح ما میبینیم که ترسو میشه، بله، یا بزدل میشه. وقتی هم بخوایم که این مسائل اشتباهاتی که کردیم رو درست کنیم، چیکار میکنیم؟ اینجاست که دیگه وعظ و نصیحت، هی نصیحت میکنیم، هی به اصطلاح میخوایم که گوشاشو پر کنیم از حرفای خوب، میخوایم هی تذکر بدیم، هی در حالی که اصلا روند تربیتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم را ببینیم، همچنین مواردی ما نداریم. ببینید هر نصیحتی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو وقتی میبینید فوقش 2 سطر هست، 3 سطر هست، 1 دقیقه به اصطلاح بیشتر طول نکشیده، 3 دقیقه بیشتر طول نکشیده، اما ما 24 ساعتمون 10 ساعت وعظ و نصیحت هست برای بچه‌مون، این کار رو بکن، این کار رو نکن، اینطوری باید باشی، اینطوری نباید باشی و همه اینها. رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو ببینیم، کیه که به اصطلاح دوست نداشته باشه که
حرفای با به اصطلاح از دهان مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم بشنویم. صحابه اصلا عشق داشتن که پیامبر رو ببینن، عشق داشتن فقط به لبای پیامبر نگاه کنن که داره به اصطلاح نصیحتشون میکنه. با این وجود خود صحابه میگن که به اصطلاح کان یتخولون فی الموعظه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گهگاهی امروز یه نصیحتی به ما میکرد، فرداش پس فرداش هیچ نصیحتی نمیکرد، پستر فردا یه نصیحتی میکرد، یه روز نصیحت میکرد یه روز نصیحت نمیکرد، یه روز به ما یه چیزی میآموخت یه روزی به ما هیچی یاد نمیداد تا ما خودمون ببینیم و به اصطلاح یاد بگیریم. این شیوه رو باید انتخاب کنیم، شیوه برخورد هم رو ببینیم. خود پیامبر اگر برخورد درست نباشه، برخورد تحقیرآمیز باشه، برخورد سرکوفت زدن باشه، برخورد اهانت کردن باشه، چی میشه؟ هیچ گونه رابطه‌ای به وجود نمیاد. رابطه‌ای که ما بخوایم بین دو شخص محبت و عشقی رو که می‌خوایم مثال بزنیم، میایم رابطه پیامبر و صحابه رو به اصطلاح مثال میزنیم که چقدر محبت بود، چقدر عشق و عاطفه بود، چقدر به هم دوخته بودن. با این وضع می‌بینیم که این از کجا به وجود اومد این محبت. خود الله تعالی در قرآن کریم می‌فرماید لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر ای پیامبر شما سخت خوب می بودی، عصبانی می بودی، صدا تا بالا می بردی، نمیدونم اهانت می کردین و همه از کنار شما پراکنده می شدن. یعنی در فضایی که یه فضای اهانت باشه، تحقیر باشه، سرکوفت زدن باشه، دیگه محبت، رابطه به وجود نمیاد اصلا. وقتی که رابطه قطع شد بین والدین و فرزندان، خب تربیت از کجا میاد؟ اینه که ما باید حتی در اثنایی که مثلا میخوایم نصیحت بکنیم، میخوایم یه چیزی به بچه‌هامون برسونیم، این رو با محبت، با تشویق، با تعریف کردنشون، نه با سرکوفت دادنشون. این به اصطلاح اون چیزی که تو ذهنمون هست، اون فکری که ما میخوایم به اصطلاح انجام بشه، اون اخلاقی که ما میخوایم به بچه‌هامون یاد بدیم، اون رو به این صورت بهشون برسونیم. اینی که بیایم ایراد بگیریم، ایراد راه حل نیست، تشویق راه حل هست، تعریف راه حل هست. اینی که ما بیایم ازش تعریف کنیم که به اصطلاح همون مثالی که زدیم که میخوایم که عبوس قمطریر نباشه، اخماش تو هم نباشه، میگیم که چقدر زیبایی وقتی که لبخند میزنیم. نمیخوایم بگیم که به اصطلاح چقدر رو ترش هستی، یکم لبخند بزن، حداقل دندونای کثیف دیده بشه، مردم بفهمن که دندون داری. خب اینو که گفتیم دیگه خوردش کردیم، هرگز لبخند نخواهند زد. خب اینه که این کارا رو وقتی میکنیم یک نوع عاطفه‌ای به وجود میاد، یک رابطه قوی‌تر میشه، یک نوع یه نوع به اصطلاح گفتمانی به وجود میاد، محبتی به وجود میاد. این محبت رو ما ببینید ما چقدر روزانه بچه‌هامون رو ملامت میکنیم. چرا این کار کردی؟ گوش نداشتی که بشنوی 100 بار صدات میزنم. چشات کجا بود؟ خب در مقابل بیایم تربیتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما یاد میدن رو ببینیم. انس ابن مالک که در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تقریبا 7 سالی داشتن که مادرشون آوردن ایشون رو به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. 10 سال خدمت کردن، از 7 سال تا 17 سالگی هست. یعنی دوران جوانی، به اصطلاح کودکی و ابتدای دوران جوانی رو در خدمت، یعنی شلوغ‌ترین دوران زندگی یک انسان. دقیقاً. الان ببینید انس چی میگه. میفرمایند که من خدمت رسول خدا رو صلی الله علیه و سلم رو 10 سال انجام دادم، هرگز جمله رو خیلی مهم هست، این رو باید با آب طلا بنویسید. هرگز به من نگفت، اگر کاری رو انجام داده بودم به من نگفت که چرا این کار رو انجام دادی. کاری که نباید انجام میداد. دقیقاً یک کاری من انجام دادم به من نگفت چرا این کار رو انجام دادی. ملامت هم نکرد، سرکوفت هم نزد. هرگز هم یک کاری رو که من انجام ندادم، میبایست انجام میدادم، انجام ندادم، هرگز به من نگفت که چرا این کار رو انجام ندادی. بازجوییم نکرد، سرکوفتم نزد، خوردم نکرد. خب پس یک راه و روش های دیگه ای هست که هیچ ما سراغ نداریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم کسی رو زده باشه، فرزندی رو زده باشه، بچه‌ای رو زده باشه. و حتی می‌فرمودن در روایات اومد که لا یضرب خیارکم، یعنی افراد خوب شما هرگز نمیزنن.
یعنی چی؟ یعنی افراد بدن که میزنن، افرادی که مثلا یک قواعد و فن و فوت‌های تربیتی هست که ما اینها رو به اصطلاح چون که خودمون هضم نکردیم، خودمون رو نشناختیم، راه‌های تربیتی به اصطلاح اسلام خودمون رو نشناختیم، اینه که میایم راه‌های دیگران رو، شیوه‌های تربیتی که به ما خورد ما داده میشه از فرهنگ‌های دیگه، اونها رو میایم نشخوار میکنیم، بعدش همچی میزنیم رو سرمون که به اصطلاح شکست خوردیم و هیچ به اصطلاح موفقیتی کسب نکردیم. وقتی هم میایم مثلا به بچه‌هامون یاد میدیم، ببینید شیوه تربیتی ما مسلمان‌ها چطور هست و شیوه تربیتی دیگران. در همین مسائل تربیتی که ما می‌خوایم بگیم، مثلا تو مدارس خودمون اومدیم از دیگران یاد گرفتیم که آقا بیاید مسابقه بذاریم. خب مسابقه گذاشتیم، مسابقه میذاریم بین 100 تا دانش آموز، 2 نفر رو انتخاب میکنیم، اینها و به اصطلاح به عنوان دانشجوهای نمونه ما اینها رو جایزه میدیم و به دیگران داریم میگیم که شما هیچ فایده‌ای توتون نیست، 98 تاتون هیچ فایده‌ای توتون نیست، همتون مثل کودن نفهم، این دوتان که نمونن. در حالی که هر یکی از این دانشجوها، از این دانش آموزها خصلت و ویژگی خاص خودشون رو داشتن. مشکل این نحوه مسابقه جناب دکتر به نظر شما چیه؟ ما خودمونم بارها این اتفاقات برای ما افتاده دیگه در دوران تحصیل و الان خصوص وقتی میبینه انسان وقتی که تو کلاسش هم دورهاش 1 نفر 2 نفر 3 نفر انتخاب میشن و جایزه میگیرن، بقیه احساس خوبی ندارن. یعنی منصفانه و راحت بخوایم صحبت بکنیم، حتی دوستان همین آقایون وقتی که جایزه به دوستانشون داده میشه، دوستشه، رفیقشه، همراهشه، هر روزم باهاش هست، اما وقتی میبینه اون جایزه میگیره احساس خوبی به دیگران دست نمیده. چرا به نظر شما جناب دکتر؟ دقیقاً چون که ما این شیوه تربیتی رو از غرب یاد گرفتیم. در غرب مبنای تربیتی چی هست؟ اهتمام روی چی هست؟ آقا کل جامعه رو 2% از به اصطلاح جامعه میچرخونن، 2% از نخبگان رو ما انتخاب میکنیم. در غرب شیوه اینطوری است، 2% رو انتخاب میکنن، بهترین دانشگاه، بیشترین هزینه ها، شاید بگم 80% هزینه ای که آموزش پرورش میذاره برای این 2% میذاره. بقیهش که به اصطلاح 98% باشن، اونها میخوان دزد بشن، میخوان قالتاق بشن، میخوان آدم درست بشن، میخوان نشن، براشون مهم نیست. اینا همین 2% رو نیاز دارن فقط. دقیقاً. اما ما میایم شیوه تربیتی خودمون رو ببینیم. شیوه تربیتی ما میگه که آقا همه باید ممتاز باشن. ما در قرآن کریم میبینیم که وسارعوا الی مغفرة من ربکم، همتون هم به صورت مسابقه بدید برای رسیدن به رحمت و مغفرت الهی. یعنی من یک مسلمون هدفم اینه که بیام به بهترین جای بهشت برسم، عشق و علاقه و موفقیتم، شادیم، خوشبختیم وقتی تموم میشه که به اونجا رسیدم و همه خویشام، همه دوستام، همه پیامبران، همه صالحان رو اونجا دیدم و در کنار اونا بودم. یعنی هممون میخوایم اول بشیم. در شیوه تربیتی ما اینه که همه باید به اصطلاح جایزه بگیرن. در به اصطلاح صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما نمیبینیم که مثلا پیامبر بیاد و بگه که بله شما ابوبکر اولید، عمر دوم، عثمان سوم، این 3 تا، بقیه هیچ فایده‌ای توشون نیست. نه خیر. اما میبینیم که بله امین هذه الامه، ابو عبیده تو در ویژگی که به اصطلاح جایزه تو، ویژگی که در تو هست، تو بهترین ویژگی هست، امانت داریست. مثل تو امانت دار دیگه کی میخواد باشه؟ صدیق این امت ابوبکر، فاروق این امت عمر هست، حیا، ویژگی حیا در عثمان هست، ویژگی شجاعت در علی هست، ویژگی نمیدونم علم و دانش در فلانی هست، حفظ در فلانی هست. هر یکی از به اصطلاح این افراد یه ویژگی خاصی دارن. وقتی من میخوام که به اصطلاح 10 تا فرزند دارم، این 10 تا فرزند رو میخوام به اصطلاح تربیت، شیوه تربیتی که ما داریم انجام میدیم اینه که من میام مسابقه میذارم بین بچه‌هام، 10 نفر 2 نفرشون جایزه میگیرن، بقیه‌شون بله، یعنی 2 نفرشون خوبید، بقیه 8 نفر شما هیچ فایده‌ای توتون نیست. ول دارن خورد میکنن. من دقیقاً.
خب همین کاری که ما تو به اصطلاح مسابقات مدارس و اینا میکنیم. اما اگر میخوام شیوه تربیتی پیامبر رو پیش ببرم، بله میام چیکار میکنم؟ یک جدول میذارم مثلا. خب هر یکی از این فرزندان یه ویژگی داره، به اون ویژگی اون جایزه میگیره. اگر میخوام به هر یکیشون یه ستاره بدم، خب محمد آقا ستاره پایبندی درست به 5 وقت نمازش، آقا عبدالله ستاره نظافتش، مرتب بودنش فلان، ساجد خانم به اصطلاح ستاره میگیره به خاطر کمک به مادرش فلان فلان. در یک زمینه‌ای به اصطلاح کوتاهی داره، اون زمینه رو من چشم پوشی میکنم. در یک زمینه‌ای که به اصطلاح موفق هست اون رو روش حساب میکنم، اون رو هزینه‌ش رو میکنم روش، اون رو مطرح میکنم، از اون ویژگی کمک میگیرم برای به اصطلاح برطرف کردن بعضی از کاسته هایی که توش هست. به جای اینکه به اصطلاح سرکوفتش بزنم، به جای اینکه اون ببینید یکی از یک خواننده‌ای بود در زمان جاهلیت، اسمش بود کندی. این آقا کندی خیلی خواننده خوبی بود، خیلی صدای خوبی هم داشت. خب ایشون بعداً مسلمون شده بودن. خب می اومدن فن و فوتی که بلد بودن، تخصصش آقا خوانندگی بود. شعرهای نمیدونم عاشقتم و برات میمیرم و از این حرفا خوب یاد گرفته بود در زمان جاهلی. خب می اومد جوانای هم دورش جمع میشدن تو به اصطلاح جامعه اسلامی، این هم شروع میکرد به اصطلاح همون شعرها رو میزد، مردم هم دورش حلقه میزدن. یه روز از اونجا عبدالله ابن مسعود رد میشد، صحابی تربیت یافته پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. ببینید شیوه تربیت اسلامی چطوری است. خب اومد به جای این که بگه که خفه این حرفا چیه که داری میزنی، تو خجالت نمیکشی مسلمون شدی باز هم همین حرفا رو میزنی؟ اومد گفت به چه صدایی، چه صدای زیبایی، اگر با این صدا قرآن بخونی چه میشه، معرکه است والله. همین جمله رو گفت و رفت. تاریخ میگه که از بعد از این جمله کوتاه عبدالله ابن مسعود تا نهایت زندگی کندی غیر از قرآن هیچ چیزی رو نخون، همیشه با صدای زیباش قرآن میخون. به این صورت ما بیاییم به اصطلاح بچه هامون رو راهکار یاد بدیم، تربیتشون کنیم. نیاییم مثلا بچه رو مقایسه نکنیم با دیگران هر یکی از فرزندان یه ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن. اینی که ما بیاییم به اصطلاح بخوایم که بچه‌مون فتوکپی بچه فلانی باشه، ما داریم اصلا اون شخصیتش رو به اصطلاح خرد میکنیم. اون به اصطلاح ویژگی‌هایی که توش هست اونها رو میخوایم مصادره بکنیم، یه چیزی که ما میخوایم به اصطلاح بهش بدیم اون رو به زور غالب کنیم رو سرش. خب نمیشه اینجوری. یا مثلا بیایم مسخرهش کنیم. خب این مسخره کردن، این به اصطلاح مقایسه کردن، اینا اعتماد به نفس بچه‌ها رو از بین میبره، رابطه والدین با بچه‌ها رو کم رنگ میکنه. اینه که ما باید خیلی خیلی مواظب باشیم در شیوه برخوردمون با بچه‌هامون، یک نوع صداقت به وجود بیاریم، یک رفاقت به وجود بیاریم، حرفاشون رو گوش کنیم، به جای اینکه داد بزنیم روشون بیاییم باشون بشینیم و باشون حرف بزنیم، از هر چه بگیم، از باغ‌ها بگیم، از گردش‌ها بگیم، از این ور و اون ور بگیم تا یک نوع رابطه. ببینید خیلی جالب است، یک پژوهش علمی هست میاد روی این بحث میکنه از یونیسف که چقدر والدین با بچه‌هاشون حرف میزنن. واقعا افتضاح هست. نتیجه اومده که بیشترین پدر مادری که با بچه‌هاشون روزانه حرف میزنن ایتالیایی ها هستن که روزانه 16 دقیقه تقریبا با بچه‌هاشون حرف میزنن. ما شرقی‌ها هممون یعنی میانگین اینه که بین 1 تا 1.5 دقیقه روزانه ما داریم با بچه‌هامون حرف میزنیم فقط. خسته کردم. بعضی از ملت‌ها 0 هست. جناب دکتر ما 2 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. من دوست دارم که در آخر صحبت رو جمع‌بندی بکنید. حالا احیانا مخصوصا اگر پدر و مادری احساس میکنن که رابطه و برخوردشون با فرزندانشون اونگونه که شایسته است نبوده، اگر بخوان شروع بکنن برای این عزیزان و کلا برای تمام مخاطبینی که داشتیم در 2 دقیقه صحبت رو جمع آوری بفرمایید. ببینید من میخوام که همه از بچه‌هامون لذت ببریم. این زینت زندگی رو خداوند متعال به ما داده، ازش لذت ببریم، از سر صداشون کیف کنیم.
سرصداشون رو فکر کنیم آقا ترانه هست. ببینید واقعا مسخره است که مثلا میبینید توی خانه پدر میاد، همین که از بیرون میاد ساکت حرف نباشه من میخوام استراحت کنم. خب با خواب میخواد استراحت کنه. چرا؟ چون خودش رو سیستماتیک جسمش رو اینطور برنامه ریزی کرده که با خواب استراحت میکنه. یا کسی دیگه با سرصدای نمیدونم آهنگ و موسیقی استراحت میکنه. سرصدای آهنگ و موسیقی رو میتونه تحمل کنه، سرصدای بچه‌هایی که به اصطلاح زینت زندگی هستند و نعمت الهی هستند اینها رو نمیتونه تحمل کنه. میشه که به اصطلاح خودمون رو اینطور برنامه ریزی کنیم که در بازی با بچه‌هامون احساس آرامش کنیم، در نمیدونم شنیدن صدای بچه‌هامون که سر صدا میکنن احساس آرامش کنیم. برید تو خونه ای که بچه نیست ببینید که چقدر سرده، پس احساس کنیم که به اصطلاح خداوند به ما یک نعمت داده، احترامش بگذاریم. احترام هم به همون معنایی که گفتم، احترام به این معنا که این داده الهی رو با همه کاستی هایی که توش هست قبول داشته باشیم، قبول کنیم و دوستش داشته باشیم، با همه اشتباهاتی که میکنه، با همه به اصطلاح کوتاهی هایی که ازش سر میزنه لمسش کنیم. دست بچه‌مون رو همیشه بگیریم وقت خواب، به اصطلاح مادر دست بذاره روی سر بچه‌اش، دست بکشه روی سر بچه‌اش، دست بذاره روی پیشانی بچه‌اش، براش قصه بخونه، براش نمیدونم قل الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق بخونه، دعاهاش رو بخونه. این دست دادن، لمس کردن بچه باعث میشه که به اصطلاح یک نوع محبت قلب‌ها به هم وصل بشه. به بچه برسونیم که مایه سعادت و خوشبختی ما اون هست، برای ما خیلی عزیز هست. هر روز بهش بگیم که دوستش داریم، به شیوه‌های مختلف، با الفاظ مختلف، عزیزم، دلم، جگرم، دوستت دارم. با این به اصطلاح اعتماد به نفس بهش بدیم، احترامش رو داشته باشیم. از حق بچه است که ما دوستش داشته باشیم، از حقش هست که احترامش براش احترام قائل باشیم، از حقش هست که تعریفش کنیم، بگیم که زرنگی، بگیم که همه این نعمت‌هایی که خداوند به بچه‌ها داده اینها رو یادآور بشیم، براشون بهشون نشون بدیم که به اصطلاح باهوشن، میتونن، قدرت دارن و میتونن رو پای خودشون وایستن، میتونن ابتکار کنن، باهوش و زرنگ هستن و از الفاظ و کلمات منفی، فحش دادن، بد و بیرا گفتن، سرزنش کردن، ملامت کردن، انتقاد کردن، سرکوفت زدن، از اینها دوری کنیم و یک محبت و عشق و صداقتی با بچه‌هامون به وجود بیاریم. اگر صداقت با بچه‌ها پیدا شد، با بچه‌ها رفیق شدیم، دیگه همه مسائل تربیتی خود به خود پیاده میشه و به اصطلاح بچه‌ها به اون شکلی که ما می‌خوایم و آرزو داریم بلکه بهتر از اون به اصطلاح میان تو جامعه ارزندام میکنن. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر میکنم از شما که وقتتون رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. همچنین از شما بینندگان عزیز تشکر میکنم که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. برای ساخت یک بنای جدید همیشه باید بنای قبلی رو فرو ریخت. برای ساخت یک شخصیت جدید ما باید شخصیت قبلی خودمون رو فرو بریزیم و برای ساخت بنای جدید باید از پایه شروع کرد. پایه والدین و بزرگان هستن، اول بعد اونها رو ساخت تا بتونیم که بقیه دیوارهای این بنا رو بر اساس یک پایه درست و سالم و محکم زیباتر و زیباتر و زیباتر بسازیم. تشکر از احمد جان، از کارگردان برنامه، همچنین از حمزه جان که پشت سر هستن در پشت دوربین و همچنین از جاوید، از فرید و منیر احمد عزیز و مهندس ثناءالله و رفیع جان که زحمت میکشن تا این ارتباط بین ما و شما برقرار بشه. در پایان از الله متعال برای همه رفتگانمون بخشش، مغفرت و رحمت و برای خودمون ثبات استقامت تا آخرین لحظه حیات رو خواهانیم. الله یار و نگهدارش.
الدين.